قاعده 14 چی است؟ دلایل وجود خالق در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بفهمیم. در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث از عن ابی هریره رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، میگه من شنیدم از رسول الله صلی الله علیه و سلم که میفرمود قال الله تعالی و من اظلم ممن ذهب یخلق کخلقی، کی ظالم تر است نسبت به کسی که میخواه مخلوق مثل مخلوق ما چی کنه بسازه. یعنی زیادتر کسایی که رسامی میکنن و انسانها رو جور میکنن و تصویر میگیرن و این گپا، اینی مردما در حقیقت اینجا چی هستن؟ فلیخلقوا ذره او لیخلقوا حبه، میگه بفرماین خلق بکنن یک ذره را بسازن یا یک دانه را بسازن خلق بکنن، او لیخلقوا شعیره یا یک دانه شعیره، یک دانه چی را میگن؟ جو، میگه چی بکنن. از این خاطر یک جوان میگه یک وقت من در روسیه بودم، یک عالم بسیار بزرگ روسی میگه کتمه روبرو شد، میگه من را گفت که خب تو مسلمان هستی؟ میگه من برش گفتم بله. میگه برای من گفت که من خودم تقریبا چندین میلیون دلار دارم، من هیچ چی نیاز دارم به خالقی که مرا رزق بده؟ یعنی شما میگین خالقتان رزاق است، من خودم بسیار پیسه دارم، پس من وقتی که پول دار هستم خودم امکانات دارم، چی نیاز دارم به خالقی که او بر من رزق بده؟ این جوان برش میگه من برش گفتم که به اساس دلیل عقلی خود، میگه من برش گفتم که درست است شما چند میلیون دلار دارین، خیلی شما تو کنین اینمی چیزایی که در زمین است، مثلا این درخت، این مخلوق اونمو خالق است که خود رزاق میگن، این درخت از اونمو هست، اینمی نباتات مخلوق از او هست، پس اینمی حیوانات که است مخلوق از این است. خیلی خودت یک لطف بکن برو به یک صحرا با اینمی 50 میلیون یا 60 میلیون دلار منتها از حیوانات از این خالق استفاده نکو، خودت رزقت از این پیسه پیدا کن. میگی که چرت زد که خب من در یک دشت برم و در اونجا مثلا چند بکس دلار اسیر صاحب در اونجا بانم، حالی بکس دلار من چی بکنم؟ هیچ چیز نمیشه. میگه بالاخره من مجبور هستم که از اگر شیر میخوایم از ابو گبی که می خالقی که خلق کرده از شیر از او استفاده بکنم. پس میگه او قرائت کرد که بله این خالق که آسمان ها و زمین خلق کرده اونمو رزاق ما هست. چرا اگر من میلیون ها دلار هم داشته باشم نمیتونم که بدون استفاده از زمین از او خالق، بدون استفاده از درختای و نباتات از او خالق، بدون استفاده از حیواناتی که خالق خلق کرده من هیچ چیز به دست بیارم. پس الله سبحانه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که الله متعال حدیث قدسی میگه خب بفرمایین وقتی که شما ادعا میکنین که من بسیار خلاقیت دارم و من بسیار امکانات دارم، بگیرین یک دانه یک دانه جو که در نظرتان نمیه امیر بدون استفاده از زمین الله، بدون استفاده از امکاناتی که الله براتان داده، اما تو بگین بسازید بفرمایین، هیچ کس نمیتونه.